بچه سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و آماده باشین که درس سوم از فصل 5 کتاب ریاضی دهم رو با همدیگه یاد بگیریم. لازمه این که شما این ویدیو رو به خوبی یاد بگیرین این هستش که برید درس اول و درس دوم رو از کتاب دهم و فصل 5 که همین بالا لینکش رو براتون قرار میدم، اون دوتا ویدیو رو ببینید، کاملا تسلط پیدا کنید، بعد بیاین این ویدیو رو ببینید. بچه یادتون نره که برای دوستاتون ارسال کنید این ویدیوها رو و لایک، کامنت حتما برای من بذارید. سابسکرایب یادتون نره که هر ویدیوی جدیدی که میذارم بتونید سریعتر بهش دسترسی پیدا کنید. خب بریم سر درس سوم فصل 5 از کتاب ریاضی دهم. میخوایم انواع تابع رو با هم دیگه یاد بگیریم. بچه یه مدل تابع داریم به نام تابع چند جمله‌ای. بریم نگاه کنیم ببینیم چیه. تابع چند جمله‌ای. تعریفش میشه این: تابعی که ضابطه اون به صورت چند جمله‌ای های جبری از یک متغیر باشد بهش میگن تابع چند جمله‌ای. یا اگر بخوام به شکل ریاضی نمایشش بدم همچین چیزیه: f(x) برابر است با آی n ضرب در x به توان n به علاوه آی n منهای 1 در x به توان n منهای 1 به علاوه دیگه ما بقیش رو نمی‌نویسم تا برسیم به آ1 x1 به علاوه آ0. آ0 چیه؟ آ0 عدد ثابته. بچه ها توی این عبارتی که براتون نوشتم ضرایب x هامون یعنی آn، آی n منهای 1 الی آ1 و آ0 اینها چی هستن؟ عضو اعداد حقیقی، یعنی ضرایب x ها عضو اعداد حقیقی هستن و nمون عضو چیه؟ w یعنی اعداد حسابی. اعداد حسابی رو یادتون هست که چی بود؟ میشد 0 1 2 الی آخر. پس nمون باید عضو اعداد حسابی باشه و ضرایب x هامون هم عضو r باشه. به این میگن تابع چند جمله. چند تا مثال از توابع چند جمله براتون میزنم. مثلا f(x) مساوی با 2x به علاوه 1/2 gx مساوی با x2 به علاوه 3x منهای 5 hx برابر است با خط کسری x به توان 5 به علاوه رادیکال 2 تا x به علاوه 6 تقسیم بر 3. اینا همشون توابع چند جمله‌ای هستن. یه نکته بهتون بگم، اینکه دامنه توابع چند جمله‌ای در حالت کلی بچه ها برابر با آر هستش. دو تا نکته رو هم یادتون باشه. نکته اول اینکه نوت یعنی به انگلیسی یعنی نکته. نکته اول اینکه در توابع چند جمله‌ای متغیر یعنی همون xمون یا حالا x با توانهای مختلف بهتره بگیم نمیتواند
در مخرج باشد. نکته بعدی این که در توابع چند جمله‌ای متغیر نمیتواند رادیکال یا قدر مطلق داشته باشد. پس نمیتونه رادیکال یا قدر مطلق داشته باشه. مثلا اگر به ما بگن fx مساویه با رادیکال x منهای 1، ما میگیم این تابع چند جمله‌ای نیست. اگر به همون بگن gx مساویه با قدر مطلق x منهای 1، اینم تابع چند جمله‌ای نیست. دیگه چی رو به ما گفته بود؟ این که نمیتونه توی مخرج باشه. مثلا hx مساویه با 2x به علاوه 1 به روی 2x منهای 1 نمیتونه تابع چند جمله‌ای باشه. پس این نکات رو در مورد تابع چند جمله‌ای یادتون باشه. بچه‌ها خب در مورد تابع چند جمله‌ای چند تا نکته بهتون گفتم. امیدوارم که یاد گرفته باشید. حالا چند تا سوال با هم دیگه حل می‌کنیم. اینجا به ما گفته که g(x) مساویه با x منهای رادیکال 2 تا x. اولا اینکه این تابع چند جمله‌ای هست. ما مگه نگفته بودیم که اگه رادیکال داشته باشه جزء توابع چند جمله‌ای نیست؟ گفتیم، اما گفتیم رادیکال و قدر مطلق نباید روی x اعمال بشه. اینجا رادیکال 2 ضریب x، پس هیچ اشکالی نداره. ما گفتیم که ضریب x یا حالا ضریب x2 x3 هر چیزی که هست میتونه عضو r باشه و رادیکال 2 هم عضو r. پس تابع چند جمله‌ای هست. گفتیم دامنه جیمون چیه؟ بچه دامنه جی چون جزو توابع چند جمله‌ایه در نتیجه برابر با چی میشه؟ برابر با r میشه. به راحتی به دست میاد. اینجا به ما گفته که fx مساوی x به علاوه x به روی x2 به علاوه 1 آیا جزو تابع چند جمله‌ای هست یا خیر؟ بچه یه وقتایی شما همینطوری که نگاه میکنید میگید x2 در مخرج قرار گرفته، پس نمیتونه جزو توابع چند جمله‌ای باشه. اما اگه یه کمی دقت کنین از صورت یه x فاکتور بگیریم، چیزی که اینجا میمونه x2 به علاوه 1 به روی x2 به علاوه 1. این دوتا با هم زده میشن و fx مون برابر با x میشه. در اون صورت این تابع چند جمله‌ای هست. اگر هم دامنش رو از ما بخوان، خب دامنش برابر با r میشه. سوال بعدی گفته در تابع چند جمله‌ای fx مساوی a رادیکال x، دقت کنید a رادیکال x به علاوه x به علاوه bx به علاوه 1، اگر f1 مساوی با 4 باشه مقدار f2 رو شما بایستی پیدا کنید. بچه از اونجایی که ما گفتیم در توابع چند جمله‌ای رادیکال نمیتونه روی x یا متغیرمون اعمال بشه، پس آمون حتما باید برابر با 0 باشه. باید برابر با 0 باشه که این عبارت رو 0 کنه و fx مون بشه تابع چند جمله‌ای. خب اگر برابر با 0 باشه fx مون تبدیل میشه به، از اینجا به بعد رو می نویسم x به علاوه bx به علاوه 1. خود سوال گفته
f1 برابر با 4. یعنی شما اگر x رو برابر با 1 قرار بدی f1 باید بشه 4. پیدا کنیم. f1 برابر میشه با، به جای x مون میذاریم 1 به توان 3 به علاوه b در 1 به علاوه 1 باید برابر با 4 باشه. 1 با 1 جمع میشه 2 به علاوه b برابر با 4. در نتیجه b برابر با 2 میشه. حالا b مون که به دست اومد برابر 2 شد، f(x) رو می نویسیم. میشه x به علاوه، به جای b میذاریم 2x به علاوه 1. معادلش کاملا به دست اومد. حالا به ما میگن چی؟ f2 رو پیدا کنید. f2 یعنی چی؟ یعنی به جای x مون باید 2 بذاریم. میشه 2 به توان 3 به علاوه 2 ضرب در 2 به علاوه 1. 2 به توان 3 میشه 8. 2 تا 4 به علاوه 1. خب جمع جبری دیگه خیلی ساده. 5 به علاوه 8 میشه چقدر؟ 13. جواب سوالمون میشه 13. به همین راحتی به دست میاد. بچه‌ها میخوایم تابع درجه دوم رو با هم دیگه یاد بگیریم. تابع درجه دوم اگر یادتون باشه توی سهمی ها که در فصل 4 بهتون یاد دادم، f(x) اگر به این شکل نوشته بشه ax2 به علاوه bx به علاوه c، در اون صورت میشه تابع درجه دوم. بچه‌ها برای پیدا کردن دامنه تابع درجه دوم، دامنه f برابر با چی میشه؟ همون r. اما برای بردش باید چی کار کنیم؟ در مورد تابع درجه دوم یه سری نکات داشتیم که تو برد تابع به ما کمک میکنه. فرض کنید این محورهای مختصاتمونه، محور x و محور y ها، و ما یک سهمی داریم به این شکل. اینجا چی بود بچه‌ها؟ اینجا رأس سهمیمون بود که با S یا A نمایش داده میشد. زمانی که دهانه سهمی به سمت بالا هست یعنی چی؟ یعنی آمون بزرگتر از 0 هستش. ما چی داریم بچه‌ها؟ مینیموم داریم. دیگه اینا رو یادتون هست. و اگر نگاه کنید این قسمت چیه؟ این نقطه این میشه وای اسمون، یعنی وای نقطه مینیموممون. یادتونه وای اس رو چجوری به دست می آوردیم؟ میشد منهای دلتا به روی 4a. پس اگر ما بخوایم برد رو بنویسیم توی یه همچین حالتی که آمون بزرگتر از 0 و ما مینیموم داریم، بردمون میشه از این نقطه الی آخر. پس بردش میشه منهای دلتا به روی 4a تا مثبت بی نهایت. حالا فرض کنید همینجا الان دوباره یک محور مختصات رو رسم کنم و این دفعه سهمی ما دهانش رو به پایینه. یعنی چی؟ یعنی آمون کوچکتر از 0. اینجا اگه رأس سهمیمون باشه ماکسیموم داریم. این قسمت میشه وای ماکسیموممون و در نتیجه اگر بخوایم برد رو برای این پیدا بکنیم میگیم از منفی بی نهایت، این ادامه داره دیگه، از منفی بی نهایت شروع میشه تا چی؟ تا وای نقطه ماکسیموممون، یعنی منهای دلتا به روی 4a. اینجاها رو چرا کروشه گذاشتم؟ چون دقیقا نقطه‌ای که
ماکسیموم یا مینیموم داریم در بردمون هست. پس به همین راحتی میتونیم دامنه و برد تابع درجه دوم رو به دست بیاریم. یه مثال حل میکنیم که کاملا یاد بگیریم. مثال برد تابع fx مساویه با x2 به علاوه x به علاوه 3 رو به دست میاریم. اولا این که بچه ها این تابع درجه دوم هستش. برای پیدا کردن بردش خیلی راحت میتونیم از نمودارش استفاده بکنیم. خب آ اینجا چنده؟ آ برابر با 1 که یعنی چی؟ یعنی بزرگتر از صفره. زمانی که آ بزرگتر از صفر هستش تابع ما مینیموم داره، نقطه مینیموم داره. خب وای نقطه مینیموم رو از چی به دست می آوردیم؟ از منهای دلتا به روی 4a. دلتا رو فرمولش رو یادمون هست برابر با b2 منهای 4a c. بچه b اینجا چنده؟ 1. پس میشه 1 به توان 2 منهای 4 تا اینجا آمون هم 1 ضرب داره سیمون چنده؟ 3. پس دلتامون برابر میشه با 1 به توان 2 منهای 4 3 تا 12 تا که کلا میشه منهای 11. اگر ما بیان وای مینیموممون رو به دست بیاریم میشه منهای 11 منفی در منفی میشه مثبت. پس میشه 11 به روی 4 برابر آمون چنده؟ 1. پس میشه 11 چهارم. حالا اگر به ما بگم برد رو بنویسید، چون مینیموم داره بردمون میشه از وای نقطه مینیموم الی آخر. پس میشه 11 چهارم تا مثبت بی نهایت. پس اگه ما مفهوم تابع درجه دوم رو یاد گرفته باشیم، فصل چهارم رو هم خوب یاد گرفته باشیم، این سوال رو به راحتی میتونیم حلش بکنیم. تابع بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم تابع همانی هستش. بچه تابع همانی در واقع یک حالت خاصه از تابع خطی. تابع خطی چی بود؟ y مساوی ax به علاوه b. یه حالت خاصی از تابع خطی میشه تابع همانی. به این شکل که شما هر چیزی رو به عنوان ورودی بهش بدید همون رو بهتون به عنوان خروجی تحویل میده. مثلا اگر x شما برابر با 2 باشه وایتون هم برابر با 2. اگر x تون برابر منهای 3 باشه وایتون هم برابر با منهای 3. اگه بخوایم نمودارش رو رسم بکنیم در واقع نمودارش میشه این باید از نقطه 0 بگذره. میشه y مساویه با x. حواستون باشه حتما باید نقطه 0 بگذره. y مساویه با x که در واقع میشه همون نیمساز ربع اول و سوم. این میشه تابع همانی. دامنه و بردش چجوری به دست میان؟ دامنه و برد تابع همانی میشه اعداد حقیقی. یه سوال با هم دیگه حل بکنیم. میخوایم یه سوال در مورد تابع همانی با هم دیگه حل بکنیم. مثال اگر تابع زیر همانی باشد مقدار a به علاوه b به روی c رو به دست بیاریم. fx رو به ما داده زوج مرتب های a منهای b و 1 به علاوه 2a. زوج مرتب بعدی a و 2b به علاوه 2. زوج مرتب بعدیمون هم 3 و 3c. در مورد تابع همانی یادتون هست بچه‌ها چی گفتیم؟
گفتیم باید x و y شون با هم دیگه برابر باشه. الان من میگم a منهای b باید برابر با 1 به علاوه 2a باشه تا بتونه تابع همانی بشه. من میام در واقع متغیرها رو میارم یک طرف، اعدادم رو میبرم یک طرف. a سر جاش میمونه، این 2a میاد این طرف میشه a منهای 2a، b هم که سر جاش هست منهای b مساویه با 1. این دوتا با هم جمع جبری میشن، میشه منهای a منهای b مساویه با 1 و در نتیجه در یک منفی ضربش میکنم، a به علاوه b برابر با منهای 1 میشه، دورش رو خط میکشم. بعد اومده گفته a و 2b به علاوه 2 در تابع همانی باید x و y با هم برابر باشن. به همین راحتی این دوتا رو با هم قرار میدیم که برابرن و میام 2b رو میارم یک طرف، میشه a منهای 2b برابر است با 2. بچه ها دو تا معادله داریم، دو تا مجهول. اینجا مجهولامون چیان؟ a و b. دو تا هم که معادله این شکلی داریم، یه دستگاه تشکیل میدیم. a به علاوه b برابر است با منهای 1. اینجا a منهای 2b برابر است با 2. برای اینکه این دستگاه رو حل بکنم از روش حذفی میخوام حل بکنم. یکی از متغیرها رو میخوام حذف کنم. بهترینشون کدومه؟ آه که ضرایبشون با همدیگه یکیه، علامت‌هاشون اینجا یکیه. من میام در یک منفی ضرب میکنم که بتونم در واقع اینها رو جمع جبری کنم. این میشه منهای a منهای b مساویه با 1. بچه این بالایی رو در یک منفی ضرب کردم، اینم خودش رو می نویسم. a منهای 2b مساویه با 2. جمع جبری کنیم، این دوتا از هم میرن. منهای 2b منهای b میشه منهای 3b مساویه با 1 به علاوه 2 هم برابر با 3 میشه. پس b برابر با منهای 1 میشه. معلوم تقسیم بر ضریب مجهول میشه منهای 1. وقتی b رو به دست آوردم، از یکی از این دوتا معادله میتونم a رو هم به دست بیارم. این ساده تره، پس از این استفاده میکنم. میگم a به علاوه به جای b میذارم منهای 1 و برابر با منهای 1 بشه. آمون برابر با چنده؟ منهای 1. اینو میبرم این طرف میشه مثبت 1. پس a برابر با 0. خب a رو به دست آوردیم، b رو به دست آوردیم. برای اینکه این عبارت رو به دست بیاریم به c هم احتیاج داریم. اینجا این دوتا رو با هم چقدر توپق زدم، دوتاشون رو باید با هم دیگه برابر قرار بدیم. میشه 3 مساویه با 3c. در نتیجه c برابر میشه با معلوم تقسیم بر ضریب مجهول که 1. خب a به دست اومد 0، b به دست اومد منهای 1، c هم به دست اومد 1. اینا رو در واقع کسری که داریم قرار میدیم 0 در این کسر. به جای b میذارم منهای 1 و به جای c مونم میذارم 1. وقتی که اینها جمع جبری و بعد تقسیم بشن جواب میشه منهای 1. به همین راحتی جواب این سوال هم به دست اومد. یه تابع دیگه داریم به نام تابع ثابت که همونطور که از اسمش پیداست ضابطه تابع ثابت به این شکل f(x) مساویه با c. c چیه بچه ها؟ c عدد ثابته. میتونه مثلا 2 باشه، منهای 3 باشه، 5 باشه، رادیکال 2 باشه، هر چیزی میتونه باشه.
خب یعنی چی؟ یعنی که شما به ازای هر ایکسی که میدید جواب تابع ما فقط یه عدده و اون هم عدد سیه. نمودارش چجوریه؟ اگه این محور x ها و این محور y ها باشه، نمودار تابع ثابت ما یک خط افقیه که این میشه fx مساوی با c. بچه اگه دامنش رو بخوایم بنویسیم، دامنه یادتون بود دیگه، تصویر میکردیم روی محور x ها. این رو اگه تصویر کنید رو محور x ها همه اعداد رو شامل میشه، پس دامنش میشه r. بردش چی میشه؟ اگر بخوایم تصویر کنیم رو محور y ها، تنها عددی که شامل میشه خود عدد c، پس بردش برابر با c میشه. تابع ثابت هم خیلی ساده است، چیز سختی نداره. تابع بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم تابع قدر مطلق هستش. بچه تابع قدر مطلق رو این شکلی می نویسن: fx مساوی با قدر مطلق x. حالا انقدر قدرش بلند نیست. خب می نویسن fx مساوی با قدر مطلق x. یعنی چی؟ یعنی شما هر ایکسی رو از دامنه به این تابع بدین، بردش چی میشه در واقع؟ قدر مطلق اون ایکس میشه. به عبارتی اگر بخوایم ترسیمش کنیم میشه fx مساوی با، اگر x هامون بزرگتر از 0 باشن خب به ما خود همون x رو میده، و اگر x مون کوچکتر از 0 باشه منهای x رو میده. این یعنی چی؟ یعنی که وقتی x مون کوچکتر از 0 یک عدد منفی هست، میاد در یک منفی ضرب میکنه که جوابش کلاً چی باشه؟ مثبت باشه. اگه بخوایم نمودارش رو بکشیم میشه این محور x ها، این هم محور y ها. اگه اینو نمودارش رو به نمودار در واقع y مساوی با قدر مطلق x رو بخوایم بکشیم، برای x های بزرگتر از 0 یعنی این ناحیه میشه fx مساوی با x، یعنی این. برای در واقع x هایی که کوچکتر از 0 هستن در این قسمت قرار میگیرن، fx برابر با منهای x میشه. پس این میشه در واقع تابع قدر مطلق. بچه باید کاملا قرینه باشه. این الان قرینه نیست، پاکش میکنم که قرینش کنم. خب تقریبا این شکلی میشه. پس این میشه تابع قدر مطلقمون. تابع قدر مطلق هم خیلی سخت نیست. تابع بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم تابع چند ضابطه‌ایه. یعنی در واقع از چند تا ضابطه مختلف تشکیل شده باشه. میتونه 2 تا باشه، میتونه 3 تا باشه. مثال fx رو به ما میدن، میگن 2x به علاوه 1 به ازای x هایی که بزرگتر مساوی با 2 هستن، منهای x2 به ازای x های کوچکتر از 0. خب ما اینو میخوایم ترسیمش کنیم. چی کار کنیم؟ بچه برای 2x به علاوه 1 میام یه دونه جدول تشکیل میدم بالا جدا، یه x یه y. از چی شروع میکنم؟ چون گفته x های بزرگتر مساوی با 2، از خود 2 شروع میکنم. اگر x مون رو 2 بدم، y مون میشه 2 تا 4 تا به علاوه 1 میشه 5 تا. عدد بعدی رو میام 3 میدم. حداقل باید 2 تا نقطه داشته باشیم دیگه. 3 2 تا میشه 6 تا به علاوه 1 میشه 7 تا. خب حالا اگر من بیام پایینی رو دوباره یه جدول کوچولو براش تشکیل بدم، چجوری میشه؟ بالا رو x می نویسم، پایین رو y. از چه عددی شروع بکنم؟ از x مساوی با 0. اینجا که مساوی نداده، چرا باید از 0 شروع کنیم؟ ما شروع می کنیم، بعد زمانی که میخوایم رسمش کنیم یه نکته ای رو بهتون میگم. از x مساوی با 0 شروع کنیم، y اون میشه خب 0. اگه x بعدی چون باید کوچکتر از 0 باشه، مثلا منهای 1 باشه، منهای 1 رو بذاریم جای x میشه 1،
چون باید به توان 2 برسه دیگه. در 1 منفی ضرب بشه میشه منهای 1. خب حالا میایم محور مختصاتمون رو رسم میکنیم و حواسمون به یه نکته باید باشه. بچه این 2 تا ضابطه داره. ضابطه اولش میشه یک در واقع نمودار خطی 2x به علاوه 1. ضابطه دومش سهمیه. پس برای رسمش اینو باید به شکل نمودار خطی بکشیم، اینو باید به شکل سهمی. حواسمون باشه. توی این نقاط رو مشخص میکنیم. اگر من 2 بدم به این، وایش برابر با 5 میشه. اینجا میشه مثلا. اگه بهش 3 بدم، وایش حدوداً میاد اینجا قرار میگیره. 7 دیگه میاد اینجا قرار میگیره. خب مگه نگفتیم باید به صورت نمودار خطی رسم بشه؟ پس این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم و امتداد میدیم. آیا این نقطه جزء در واقع نمودارمون هست؟ بله هست، چون اینجا مساوی داره. پس این نقطه تو پر رسم میشه. حالا میایم این یکی رو رسم میکنیم. نقطه 0 و 0. نقطه بعدیمون میشه منهای 1 و منهای 1. خب آیا خط راست بکشم؟ نه، چون این سهمیه. پس به شکل سهمی نمودارمون رو میکشیم. نکته بعدی که باید بهش توجه بکنیم اینه که 0 در اینجا نیست، چون مساوی نداره. پس داخلش رو خالی میذاریم. متوجه شدین؟ اینجا چون مساوی داره دایرهش رو داخلش رو پر میکنم، اینجا چون مساوی نداره خالی میذارم. پس رسم تابع چند ضابطه ای هم سخت نیست. یه مثال دیگه هم با هم دیگه حل میکنیم. یه مثال دیگه میخوایم با هم دیگه حل بکنیم. بچه ما الان چند تا ضابطه داریم؟ اینجا 3 تا ضابطه داریم. خب حواسمون به چند تا نکته هست. یکی اینکه کجاها مساوی داریم، خیلی مهمه، و اینکه تابع هایی که اینجا گذاشته بر هر کدوم از محدوده ها به چه شکلیه. اینا تابع خطی هم، پس باید تو ترسیمشون هم به شکل خطی ترسیم بشه. میایم اینجا جدولش رو رسم میکنیم. بالا x، پایین y. x مون رو از 1 شروع میکنم. اگر 1 بذارم 1 منهای 4 میشه منهای 3. چون گفته x های بزرگتر از 1 عدد بعدی رو میدم 2. 2 بذارم میشه x منهای 4، یعنی 2 منهای 4 میشه منهای 2. اینجا که دیگه نیازی نیست جدول تشکیل بدیم. به ازای یه دونه x یه دونه هم y داریم. اینجا بخوایم جدولش رو تشکیل بدیم، این بالا می نویسم x، پایین هم y. از منهای 4 شروع می کنم. حواسم هست این مساوی داره. منهای 4 رو بذارم داخل این میشه 4. 1 رو بذارم داخلش میده به همون چند؟ منهای 1. این مساوی داره، این نداره. خب محورهای مختصاتمون رو رسم کنیم. نقطه 1 و منهای 3، 1 و منهای 3. اینجا منهای 3 داریم، اینجا 1. نقطهش رو پیدا میکنم. حواسم هست چون مساوی نداره، پس دایرهش رو تو خالی رسم میکنم. خب 2 و منهای 2 رو هم پیدا میکنم. 2 و منهای 2 میشه این نقطه. بچه چون گفته x های بزرگتر از 1، پس خطم رو ادامه میدم. کامل ادامه میدم. خب این نقطه رو دیگه میتونیم اینجا پاکش کنیم. برای اینجا x مون مساوی با 1 باشه، y مون برابر با 5 دومه. 5 دوم یعنی 2 و 1 دوم میشه این نقطه. خب اینجا هم که 1 باشه، پس نقطهش رو میکشم. چون x مساوی با 1 باید تو پر باشه. حالا بیایم این رو رسم کنیم. حواسمون هست از منهای 4 شروع میشه تا 1. خب منهای 4 بهش بدم،
وایی که به ما میده 4، این منهای 4، وایش هم 4 چه حدوداً اینجا. و چون مساوی داره دایره توپ رو رسم میکنم. اینجا چی؟ اینجا اگر 1 بهش بدم وایش میشه چند؟ منهای 1 میشه این نقطه. و چون مساوی نداره دایرهش باید تو خالی باشه. بچه من اینو وقتی میخوام رسمش کنم به هم دیگه وصل کنم از نقطه 0 میگذرونم، چون اگه 0 هم بذارم وایش برابر با 0 میشه، نقطه 0 و 0 شاملشه. میشه این شکل. اگر به ما بگن دامنه و برد این رو هم پیدا بکنین، بچه دامنه گفتیم تصویر روی محور ایکس هاست. دقت کنید از اینجا میشه میاد اینا رو شامل میشه تا کجا بچه ها؟ تا آخر. پس دامنهش، دامنه جیمون برابر میشه با از منهای 4 که خود منهای 4 هم داخلش هست الی آخر تا مثبت بی نهایت. بردش چی میشه؟ بردش میشه از اینجا تصویر میکنیم دیگه. خب تصویر میکنیم تا کجا؟ این میره به سمت بالا، پس تا بی نهایت میره. از کجا شروع میشه؟ از منهای 3. آیا خود منهای 3 داخل بردمون هست؟ نه. چرا؟ برای اینکه اینجا تو خالیه و مثبت بی نهایت. پس دامنه و بردش هم با رسم نمودار خیلی راحت به دست میاد. بچه‌ها فصل 5 یه قسمت کوچولویی ازش مونده که اونو تو ویدئوی بعدی بهتون آموزشش میدم. در واقع درس بعدی هست که بعد دیگه فصل 5 هم جمع میشه. ویدئوی مربوط به کل فصل 5 رو دوباره براتون در انتهای ویدئو قرار میدم. برید همشون نگاه بکنید، یاد بگیرید. یادتون باشه بچه‌ها کامنت بذارید، لایک کنید. برای دوستاتون اگر نیاز دارن حتما ویدئوها رو بفرستید و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم، موفق باشید.